توی دوران دبیرستان به خاطر شرایط خانوادگی خیلی افسرده بودم. بابام کارشو از دست داده بود و مامانم همیشه نگران بود. منم هیچ دوستی نداشتم. بیشتر وقتا تو کتابخونه مدرسه پناه میگرفتم. یه روز کتابدار یه رمان قدیمی بهم داد و گفت این کتابو بخون، شاید جواب سوالاتو پیدا کنی. اولش فکر کردم مسخره است، مگه یه کتاب میتونه حال آدمو خوب کنه؟ ولی شب که شروع کردم به خوندن دیدم شخصیت اصلی داستان درست مثل خودمه، تنها، غمگین، بی امید. اما کم کم توی داستان یاد گرفت که هر شکست میتونه پلی باشه برای یه شروع تازه. اون شب برای اولین بار بعد از مدت‌ها گریه نکردم. صبح روز بعد دفترچه‌ای برداشتم و شروع کردم به نوشتن. نوشتم از رویاهایی که سالها تو دلم خاک کرده بودم. نوشتم از دانشگاهی که دوست داشتم برم، از شغلی که آرزوشو داشتم، از آدمی که میخواستم بشم. امروز که اینو مینویسم چند سال گذشته. من همون دختری نیستم که یه گوشه بشینه و قصه بخوره. الان تو همون دانشگاهی درس میخونم که تو دفترم نوشته بودم. شاید باور نکنی ولی هنوز اون کتابو دارم. جلدش پاره شده، کاغذاش زرد شدن، اما هر بار نگاش میکنم یادم میاد زندگی وقتی عوض میشه که تصمیم بگیری ادامه بدی. این بار به افتخار خودت این ویدیو رو لایک کن.